سلام قشنگای من، ایشالا که حالتون خوب باشه. اول هفته خوبی رو شروع کرده باشین و اینهایی که اروپان و امریکا و تمام سرتاسر دنیا ویکند خوبی رو شروع کرده باشین. ما همونجور که بهتون قول دادم شنبه است اومدم ادامه کتاب تکه های از یک کل منسجم رو بخونم واسه کسایی که تازه به ما اضافه شدن. کتاب تکه های از کل منسجم 2 قسمتش خوندم، قسمت سومیم و صفحه 37. میریم که داشته باشیم کلی انرژی خوب با هم تجربه کنیم. از دست دادن جزئی از جریان زندگی است. از دست دادن فرصت‌ها جزء جدایی ناپذیر زندگی ماست. نمیتوان با این موضوع مبارزه کرد و حسرت خوردن تنها واقعیت را از ما دور می‌کند. حسرت دردی را از ما دور می‌کند که باید درکش کنیم و اجازه دهیم که از بدنمان عبور کند. ما به زندگیمان برسیم و آن فرصت هم کارش تمام شود و برود و جزئی از گذشته‌ای شود که قرار نیست مدام با حسرتی داغ شود. به هر حال فلسفه زندگی هرچه که باشد گویی با از دست دادن دائمی عجین است که راه فراری از آن نیست و قطعاً این از دست دادنها آسان نیست، اما آنقدرها هم غیر قابل تحمل نیست. ما از دست می‌دهیم. پدر و مادرهای ما هم فرصت‌های زیادی را از دست دادند. قرار است کودکان ما هم از دست بدهند. برای دست کشیدن و رها کردن موقعیت و یا شخصی باید اول از دست دادن را به نوعی تجربه کنیم. یعنی باید از دست دادن را حس کنیم و برای این حس باید بتوانیم واقعیت‌های دنیا را آنگونه که هستیم ببینیم. ما برای هر به دست آوردنی چیزی را از دست می‌دهیم. برای به دست آوردن خانه بزرگتر احتمالاً باید بیشتر کار کنیم و آزادی و راحتی گذشته را از دست می دهیم. برای دیدن ازدواج فرزندهایمان بودن آنها را در خانه از دست می دهیم. برای داشتن موی کوتاه‌تر لذت بافتن موی بلند را از دست می دهیم. به هر حال در هر به دست آوردنی نوعی از دست دادن وجود دارد و حقیقت این است که برای به دست آوردن یک رابطه یا یک موقعیت دیگر باید رابطه قبلی و موقعیت قبلی خود را از دست بدهیم. اینجاست که از دست دادنها شبیه راه‌های نجات دهنده در زندگیمان ظاهر می شود. ما می توانیم یا به این راه‌ها اعتماد کنیم و آنچه را که در مدت قبل از دست داده‌ایم رها کنیم و به استقبال تجربه‌های جدیدتر برویم و یا همچنان به از دست دادنهایمان بچسبیم و هر روز بیشتر احساس درماندگی کنیم. در نهایت انتخاب با ماست. زندگی مملو از ناکامی است. ناکام ماندن ما در به دست آوردن بعضی هدفها اتفاقی دردناک و اجتناب ناپذیر است. ما نمیتوانیم در به دست آوردن تمام اهدافمان کامیاب و موفق باشیم. امتحانی که فکر میکنیم قبول میشویم اما نشدیم. کودکی که فکر میکردیم به دنیا میآید اما نیامده است. درسی که فکر میکردیم تمام میشود اما نشده است. مدرکی که میخواستیم، خانه‌ای که در انتظارش بودیم، همسری که میخواستیم با او زندگی کنیم، اما ناکام شدنها اضطراب زا هستند. این را همه ما حس کرده ایم و میدانیم، اما گاهی واکنش ما به این ناکام شدنها بسیار افراطی و کودکانه است. حقیقت این است که هر کسی در زندگی شخصیش به نوعی ناکامی را حس می کند. یکی با از دست دادن سرمایه‌اش، دیگری شاید با نرسیدن به آدم مورد علاقه‌اش. زندگی پر از ناکامی هایی است که موقت هستند و در مقابل همین زندگی پر از فرصت هایی است که هدفهای دیگری را سر ما قرار می دهد که آنها هم موقت هستند. بهتر است زمان زیادی را با سوگواری برای ناکامی هایمان هدر ندهیم، چون ناکامی به اندازه کافی ما را مضطرب می کند، اما سالها تلاش برای فرار از احساس ناکامی هایمان ما را بیشتر و بیشتر مضطرب و خسته خواهد کرد. جایی باید پرونده نیمه بسته را کامل ببندیم تا عذابش کمتر شود. شبیه خداحافظی با آرزویی است که خیلی وقت است تاریخ انقضایش گذشته است. یک خداحافظی سخت اما پایان دهنده به هدفی قدیمی و اضطرابی قدیمی تر. با هر خداحافظی ما
آماده سلام‌های بعدی میشویم. با هر خداحافظی و قبول اینکه ماجرا تمام شده است، ما به شروع دیگری نزدیک میشویم. ما در ابتدای هر هدف جدیدی مضطرب میشویم، اما این اضطراب هیجان انگیز کجا و آن اضطراب فرد. عزیزای من کتاب تا صفحه 40 خوندم دیگه، سرتون رو درد نمیارم. میریم که روزهای دیگه ادامهشو داشته باشیم. جدیدا از صفحه 41 روزهای بعد شروع میکنم. ماچ به کله تک تکتون. شب خوبی داشته باشین. خداحافظ.